بچه‌ها امیدوارم روز خوبی داشته باشید. اگه از ویدیو لذت بردید لطفاً ساب کنید، لایک کنید و دیگر باقی مانده چیزها. امروز اومدیم آموزش باز کردن در و پیکان. یکی از که نه با اصالت‌ترین ماشین ایرانی، بهترین ماشین از نظر اصالت برای ایرانی‌ها، پیکان. آموزش باز کردن درش و همراه با آموزش پایین آوردن شیشه، پایین و بالا کردن شیشه. خلاصه اینو ببینید، اینو اگه بزنید به همین راحتی باز میشه. الان میبندیمش، اینجا رو میگیری فشار میدی میبندیش. برای مثال اینجوری راحتش کرد میبندیش. خلاصه اینجا رو هم بزنی، این دکمه رو خودش هر چقدر فشار بدی باز نمیشه. انگار که بسته نبوده قبلا. نه این پیکان خرابه این پیکان. ولی خلاصه دیگه این ویدیو چون که طولش زیاده ضرب در 1.5 میکنم سرعتشو. خلاصه که شما ببینید، کیف کنید و لذت ببرید. فقط پایین آوردن شیشه‌ش هم اینجوریه، اینجوری میچرخونی و اینجوری دوباره بالا میره. ببینید بالا میره، اینجوری هم پایین میاد. خلاصه مثل تلمبه زدن دیگه، کار سختی نیست ولی یکم جور میخواد. اینم داشبوردش هم خرابه. خلاصه شیرم تو صاحبش که خودمم. ولی خب خدا نگهدار بچه‌ها، خدا نگهدار. امیدوارم لذت برده باشید.